کرونا، تو کدامین سرباز نامرئی خدا هستی که همه خلایق را بدون نگهبان در خانه‌هایشان حبس و زندانی کرده ای؟ کرونا، هرچه هستی و به دست هر که و برای هرچه درست شده ای من نمیدانم، ولی این را میدانم که بدون اذن خدا وقتی برگی از درختی نمیافتد، تو هم بدون اذن خدا نمیتوانی جان یک نفر را بگیری. چه زیرکانه و ماهرانه از دست نخبگان دوران فرار میکنی و در سراسر جهان جولان میدهی. تو کدامین سرباز خدا هستی که پیش رفته ترین آزمایشگاه های دنیا را در کشتن خود عاجز ساخته ای؟ کرونا، تو کدامین سرباز نامرئی خدا هستی که ویلانشینان را امسال در شمال از رفتن به ویلایشان محروم ساختی؟ تو کدامین سرباز خدا هستی که بی سر و صدا و بدون اینکه چشمی بتواند تو را ببیند در قوی ترین مکانهای محافظت شده توسط نگهبانان مسلح نفوذ میکنی؟ تو کدامین سرباز خدا هستی که زندگی را بر ما چون روز قیامت نموده ای که مادر از فرزند خیش فرار میکند و پدر از فرزندش با فاصله می نشیند که مبادا بمیرد؟ تو کدامین سرباز خدا هستی که چنین عدالتی داری و در کشتن فقیر و غنی، رئیس و وزیر، کارگر و گدا نمی شناسی؟ تو کدامین سرباز خدا هستی که ثروتمندان دیگر ثروتشان در بیمارستان خصوصی هم برای دفع شر تو کفایتشان نمی کند و برای اولین بار ثروتشان را پشتوانه زندگی خود نمی بینند؟ تو کدامین سرباز خدا هستی که قوی ترین سهام و ثروتمندان جهان با شنیدن نام تو و فهمیدن نرفتنت به زودی لرزه بر تنشان انداخته ای و ثروت و سهامشان را یک باره فرو ریخته ای؟ تو آمده ای تا خلایق را به جرمشان در خانه هایشان به دست خیش زندانی کنی، زندانی به وسعت دنیا بدون هیچ زندانبانی. هر زندانی باید در زندان در خلوت خود رود و به گناهی که انجام داده تا زندانی شده است فکر کند. تا آمده ای تا قدرت خالقت را بر مخلوقاتش نشان دهی، آمده ای پاسخ دهی سؤال و رفع شبهه کنی کسانی را که می گفتند اگر پولدار باشی درمان می شوی. تمام بیماری ها برای فقرا و تمام نعمت ها برای ثروتمندان است. اگر پولدار باشی از دنیا لذت می بری. تا آمده ای تا بچشانی بر ما درد نیازمندانی را که در اطراف ما سالهای قبل بودند ولی ما آنها را نمی‌دیدیم، که از شرم نداشتن لباس نو و شیرینی و تنقلات عید نوروز در خانه خودشان را حبس می‌کردند و از عید نفرت داشتند و زمان عید در به روی خود می‌بستند. آمده ای بر ما بچشانی درد خانه نشینی ایتام نیازمند را در روز 13 به در از درد نداشتن خودروی قراضه برای رفتن به طبیعت. کرونا، تو آمده ای تا مجلس ختمی بر مردگانمان برگزار نکنی. تشییع جنازه های همه ما چند نفری باشد. تشییع جنازه و مجلس ختمی برای مرده ایم نباشد
تا همه مردم در مرگ یکسان بمیرند و فقیر و غنی یکی باشند. تا آمده ای بزرگترین حقیقت زندگیمان را که مرگمان بود بر ما نزدیک کنی و نشانمان دهی که دست از آرزوهای خود برداریم و بدانیم مردن زیاد هم دور از ما نیست و برای مردن همیشه رفتن به میدان جنگ نیاز نیست. کافیست یک بار بازار بروی و بازار میدان جنگ است. تا آمده ای که بر بشر نعمت سلامتیش را یادآوری کنی و بگویی خدای تو به تو رفاه و لذت بدهکار نیست و ای بنده این تو هستی که به خدای خود تا زنده ای شکر نعمتش را بدهکاری. تو آمده ای که به یاد بیاوری خدایی را که ما فراموش کرده بودیم و تا مأموریت خود را در سراسر جهان تکمیل نکنی و ما را متنبه نسازی و خدا را به یادمان نیاوری و به سوی او دلهایمان را برنگردانی. بعید است از ما خداحافظی کنی. امید است همه ما عبرت بگیریم. آمین. به نام خداوند بخشنده و مهربان. در حالی که ویروس کرونا این وبا در همه جا دامن خود را پهن کرده ایستاده است، این دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم را از یاد کنید، بخوانید و آن را به دوستان خود تعلیم بدهید. اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام و من سیء الاسقام. بار الها به تو پناه میبرم از پیسی و دیوانگی و جذام یعنی مخو و از تمام بیماری های بد. الله تعالی من و شما را از این وبا نگهبان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خداوند بخشنده و مهربان. در حالی که ویروس کرونا این وبا در همه جا دامن خود را پهن کرده ایستاده است، این دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم را از یاد کنید، بخوانید و آن را به دوستان خود تعلیم بدهید. اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام و من سیء الاسقام. بار الها به تو پناه میبرم از پیسی و دیوانگی و جذام یعنی مخو و از تمام بیماری های بد. الله تعالی من و شما را از این وبا نگهبان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خداوند بخشنده و مهربان. در حالی که ویروس کرونا این وبا در همه جا دامن خود را پهن کرده ایستاده است، این دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم را از یاد کنید، بخوانید و آن را به دوستان خود تعلیم بدهید. اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام و من سیء الاسقام. بار الها به تو پناه میبرم از پیسی و دیوانگی و جذام یعنی مخو و از تمام بیماری های بد. الله تعالی من و شما را از این وبا نگهبان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خداوند بخشنده و مهربان. در حالی که ویروس کرونا این وبا در همه جا دامن خود را پهن کرده ایستاده است، این دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم را از یاد کنید، بخوانید و آن را به دوستان خود تعلیم بدهید. اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون
والجذام ومن سيء الاسقام. بار الها به تو پناه میبرم از پیسی و دیوانگی و جذام یعنی مخو و از تمام بیماری ها.